اصفهان داره مثل بمب ساعتی زیر پای مردم منفجر میشه. چند روز ویدیوهای آخرالزمانی از این شهر پخش میشه تا جایی که وسط خیابون گودالهای عمیقی باز شده و حتی یه تیره برق 9 متری به طور کامل فرو رفته. کار به جایی رسیده که یک شهرک مسکونی به طور کامل و بیش از 100 مدرسه تخلیه شدند. فرونشست‌های پی در پی اصفهان به دلیل خشک شدن زاینده رود و استفاده غیر اصولی از منابع آبهای زیرزمینیه. اگه همون موقع که خشک شدن زاینده رود رو گردن بی‌حجابی میانداختن به فکر مدیریت منابع آبی این شهر بودن، چنین فاجعه‌ای رخ نمیداد. تا الان خوش شانس بودیم که این اتفاق برای منازل مسکونی یا روی خطوط لوله گاز و برق فشار قوی رخ نداده، وگرنه معلوم نبود چه انفجاری رقم بخوره. شهری که روزی لقب زیباترین شهر جهان رو داشت، هر نقطه‌اش مثل مین شده و نمیشه با خیال راحت روی آن قدم گذاشت. یادتونه روزگاری نچندان دور کنار زاینده رود نوشته بودن شنا ممنوع، ولی حالا میخوان با کنسرت توی کف خشک رودخونه مرگ زاینده رود رو برامون عادی جلوه بدن. هی روزگار. اگه شما هم مثل من دلتون برای اون روزا تنگ شده، لایک کنید و تو کامنت ها بگید به نظرتون مقصر اصلی این اتفاق کیه. اگه میخوای ناگفته‌های تاریخ ایران رو بشنوی، پیج تاریخ پارسی رو فالو کن.